سلام دوستان، من میخوام این صندل ها رو بازسازی کنم چون که همیشه کار بازسازی رو دوست دارم و این چون که زیرش سالمه و قابل استفاده است. خب دوستان، من اومدم وسایل مورد نیاز رو تهیه کردم. قبل از هر چیزی من یه صندل پاره داشتم که اصلا یه بار استفاده کرده بودم. الان میخوام اینو بازسازی کنم چون من عاشق بازسازیم. بعد اینجا چیزایی که تهیه کردم، یکیش زیره است که بهترین زیره پیوه. بعد باید کفی تهیه کنید، تکسون تهیه کنید که من فعلا اینا رو دارم، از همین استفاده میکنم چون رویش رو خیلی دوست دارم، خیلی از طرح روش خوشم میاد. بعد نخی که باید استفاده کنید، این نخ تک سوزن است، نخ تک سوزنه. و من یه نخ ابریشم هم تهیه کردم چون که زمانی که من این نخو اینترنتی سفارش دادم، اصلا من قهوه‌ای سفارش داده بودم، برام نارنجی فرستادم. منم مجبور شدم هم طرحی که میخواستم رو عوض کنم، هم این که دو رنگش کردم که قشنگ‌تر در بیاد. دیگه چیز دیگه ای که نیاز داریم، اینجا چسب آهنه که میتونی از هر چسب آهنی استفاده کنی برای چسبوندن این تکسون و کفی. و درفش نیاز دارین که درفش هم برای سوراخ کردن زیره ها هستش که حالا نشونتون میدم چجوری باید سوراخ کنیم. و متر نیاز داریم که دور تا دور زیره رو اندازه بزنیم که به یک اندازه ما باید اینا رو اندازه بزنیم و سوراخ کنیم. و اینم قیچیمه که خیلی دوستش دارم چون کلی خاطره باش دارم. اینو من از ترکیه آوردم، اونجا که سر کار میرفتم تو کارگاه از این استفاده میکنم. نمیدونم چرا انقدر حس خوبی به این دارم. و دیگه همین، بریم که ادامه کار رو ببینیم. خب اول من میام دور تا دور زیره رو سوراخ میکنم با درفش و اینجا من از قسمت داخلی شروع کردم به سوراخ کردن، یه سوراخ زدم و الان اندازه 7 میل من جدا میکنم که اندازه هم یکی باشه. از بالا تا پایین هم باید اندازه 4-5 میل فاصله داشته باشه. فاصلش نباید زیاد و نباید کم باشه. اندازه هامون یه اندازه که باشه خیلی شیک‌تر در میاد. میتونین از خودکار حرارتی هم استفاده کنین که بعداً با یه سشوار زدن جای علامت هایی که با خودکار میزنین بره. سعی کنین که علامت ها رو خیلی ریز بزنین که جای خودکار نمونه. اگه هم با مداد سفید بزنین اون هم خیلی عالی میشه که من نداشتم فعلا. من برای انتخاب طرحم خیلی گشتم، یعنی کل پینترست و اینستا رو با یوتیوب رو گشتم که طرحی که میخوام رو بتونم انتخاب کنم، چون همیشه قبل از اینکه یه کاری رو شروع کنم طرح و رنگ مورد نظرم رو انتخاب میکنم. به نظرم اینکه خودت چیزی رو درست کنی
خیلی بهتره، چون که به سلیقه و رنگ خودته و اصلا هیچ اجباری نیست. خب من دور تا دور این رو علامت میزنم و میام. خب من اومدم اندازه گیری ها رو زدم نزدیک. ببینید اینا رو با خودکار خیلی کوچیک زدم که مشخص نباشه. حالا میخوام با درفش سوراخشون کنم. باید حتما اندازه از بالا پایینم در نظر بگیرید که فاصلش نه کم باشه نه زیاد. خیلی آروم با درفش سوراخ میکنم. وقتی که کامل اینا رو سوراخ کردیم تا آخر، خب من اومدم کلا اینا رو سوراخ کردم. من تو پستای قبلی هم قبلا اومدم مبلای خودم رو بازسازی کردم، واسم خیلی لذت داشت. به خصوص اون قسمتی که تصمیم کشی کردم فکر کردم واقعا دارم یه کار خیلی خفن انجام میدم. الانم که اومدم این درفش رو اینو سوراخ کردم برام خیلی لذت داره، چون این کار اولمه. مطمئنم که از پسش مثل همیشه برمیام، چون من هر چیزی که بخوام و میتونم یاد بگیرم و انجام بدم. دوستان دور تا دور این رو میبافیم. تو هر کدوم از این سوراخ ها 2 تا پایه میزنیم. به این صورت زیره رو دورگیری میکنیم. اگه فاصله سوراخاتون مثلا 1 سانت باشه، شما باید تو هر سوراخ 3 تا پایه بزنید که بین اینها بافت کشیده نشه. ولی من فاصله هر کدوم از این سوراخام 7 است، پس اومدم تو هر کدوم 2 تا پایه زدم. این کار رو میای ما تا انتها انجام میدیم. از این قسمت جلو میخوام شروع کنم به بافتن، چون من میخوام مدلی که بزنم صندله و همونجور که گفتم این اولین تجربه همه. امیدوارم که اون چیزی که میخوام بشه. پس میام از بچه ها، من یادم رفت بهتون بگم قلابی که باید استفاده کنید قلاب 1.5 1.40 یا دیگه تا 2 خیلی ظریف باشه. ولی خب این قلاب من دیگه خیلی بزرگ بود، از این نمیتونم استفاده کنم. حالا میایم از این سمت نخ رو میکشیم داخل.
یکم این زیره من زیره خشکیه که انعطاف نداره. در میاریم، بعد شروع میکنیم پایه زدن. تو هر سوراخ من 2 تا پایه میخوام بزنم. این یکی، دوباره تو همین سوراخ پایه دیگه. این 2 تا پایه تو اولی، بعد میاد دوباره پایه بعدی. همینجوری 2 تا پایه میزنی تو هر سوراخ. خب دوباره توی این سوراخ یه پایه دیگه هم میزنید. نگاه کنید این 2 تا این 2 تا. باز میایم اینجا رو نگاه کنید، 2 تا پایه زدم و میام اینو باز رد میکنم، میرم تو سوراخ بعدی. نظرم پایه هایی که خیلی نزدیک به هم نباشن یا دور از هم نباشن خیلی شیک در میاد. این پایه ها رو حواستون باشه که خیلی جفت هم نباشن، خیلی سفت و خیلی شل هم نباشن، به خصوص توی گیوه. همین این سوراخ ها رو شما غیر از درفش میتونین با پانچ هم، دستگاه پانچ هم سوراخ کنین که اونجوری هم خیلی راحت در میاد. من الان اون قلاب اولیمو عوض کردم، یکم قلابم مشکل داره چون که اینجا اون قلابی که میخواستم گیرم نیومد. دوباره تو هر سوراخی 2 تا پایه میزنم. دوباره تو سوراخ بعدی نخم رو رد میکنم، پایه میزنم. من خیلی مدل انتخاب کردم ولی خب میخواستم شیک‌ترین مدل صندلی رو بزنم. الان یه مدل انتخاب کردم که راهه، میخوام اون رو انجام بدم. حس کردم نارنجی تنها قشنگ در نمیاد. خب نگاه کنید دوستان، مشخصه من چند تا پایه زدم اینجا تو هر کدوم سوراخات. 2 تا پایه زدم. این کارو تا انتهای. خب همونطور که میبینید من یه رج کامل 2 تا 2 رو بافتم و به این قسمت رسیدم، به این قسمت که اینجا رو اومدم داخل این پایه زدم. نگاه کنید اگه بخوام پایم رو داخل این بزنم، این نقطه بزنم، یعنی قسمت اولی که پایه زده بودم داخل این بزنم، نگاه کنید این صورت. الان این خیلی کشیده شد، پس من میام پایم رو تو سوراخ اولی میزنم و بس میزنم که کشیده نشه. اگه برای شما کشیده نشد میتونید اینجا بس بزنید، ولی من خاطر اینکه کشیده شد داخل سوراخ میزنم. اینجا رو اومدم یه پایه زدم و میام حالا داخل اینجا پس میزنم. زمانی که بس زدیم نخمون رو میکشیم تا این حد که بعد بتونیم ببریم داخل و قیچی کنیم. از اینجا من قیچی میکنم. نخ اضافه‌مون رو میایم از داخل پایه رد میکنیم و باز هم از داخل
رد میکنیم. خب اینجا رو تقریبا که از اول من شروع کردم، من باز میام از داخل پایه رد میکنم، چون میخوایم اینا رو کورش کنیم مشخص نباشن. از این پایه رد میکنم و باز هم میام از داخل هم میبرم زیر و هم میکشم. حالا اینا رو اندازه 1 سانت ما میبریم، این اندازه 1 سانت و اینها رو میایم و اینا رو میایم با یه فندک آتیش میبریم داخل و میچسبونیم داخل. این مرحله من میخوام کفی رو، چون من این روش دوست داشتم قرارش رو میام این کفی رو میچسبونم، کفی و تکسون رو اون به هم میچسبونم با چسب آهن و این قسمت هم میچسبونم و بعد باید اینو دوباره سوراخ کنم، چون من میخوام دوباره این رو هم باز پایه بزنم و بعد به زیر چسبونم. من اومدم دوباره کفی هم سوراخ کردم با درفش، چون من دوست داشتم این هم با بخوره و به کفی باشه. میام دوباره از این سوراخ میخوام رد کنم با بافم شروع کنم. دوباره تو هر کدوم از اینا میام یه قبل دو تا پایه بزنم. اگه تو دو تا یا سه تا پایه بزنید این دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره و دیگه خیلی کشیده میشه. سه تا پایه بزنید شکل‌تر بشه. من الان دو تا پایه زدم، چون من روی زیر هم اومدم هر کدوم دو تا پایه زدم، بعد هم بعد این سواله هر کدوم دو تا پایه نظرم خیلی بهتر. خب دوستان، من این کفیه و دور تا دورش رو بافتم، همون بافت زیری رو انجام دادم، سوراخ کردم، تو هر سوراخ 2 تا پایه زدم و بعد اینها رو کفی رو به زیره با بست زدم و بافتم تا به اینجا رسیدم. الان اینجا میخوام کورش کنم و بعدش چون که من میخوام صندلی که درست کنم جلوش باز باشه، اندازه 3 انگشت تا جایی که انگشتای پا خیلی بیرون یا خیلی تنگ نباشه. دیگه بستگی به سایز خودتون داره، میتونین پاتون رو بزنین روش و اندازه بزنین. دیگه من اندازه 3 انگشت اندازه میزنم و میخوام شروع کنم به بافت اول کار. خب من اینجا اندازه 3 انگشت اندازه گرفتم، در حدی که فقط 60 بیرون باشه، زیادم از انگشتام بیرون نباشه. اینجا علامت زدم که میخوام شروع کنم به جلوی کار زدن. از این حلقه میخوام شروع کنم به بست زدن. نخمو میکشم نخمو میکشم و به این صورت و بعد این نشانه گذار، من از سنجاق استفاده کردم، شما میتونید از نشانه زن استفاده کنید و اینجا میام یه بست میزنم یه پایه میزنم. من میام این رخ رو از رد کنم، برای جلوی صندل میکشم، یه زنجیره میزنم و تو همون اولی یه پایه میزنم که محکم باشه و شروع میکنم دیگه زنجیره میزنم تا این سمت اندازه روی پا رو میگیرم. دیگه بس دیگه اندازه‌ای که روی پا داره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خب
واسه من که اندازه روی پامو گرفتم 22 تا زنجیره شو که الان میان دقیقاً روبروی این پس میزنم. این کار میتونی هم چشمی انجام بدی، ببینید قشنگ مشخصه که روبروش کجای و کج نمیشه. هم میتونین با متر انجام بدین. یه دونه بس میزنم، یه دونه هم پایه میزنم، خب دوستان من ردیف اولو که همه رو پایه کوتاه زدم میام اینجا پایه بس میرم تو پایه بعدی، پایه بعدیمو میبافم به این صورت. خب الان میام اینجا، من اینجا رو یه مارکت میذارم و از اینجا شروع میکنم، اینجا رو مارک میذارم و میام از اینجا شروع به بافتن میکنم. اینجا رو یه نشانه‌گر میذارم، نخم رو میارم روی کار اینجا و اینجا میام به این قسمت بس میزنم، میام پایه بعدی رو به این صورت میکشمش و بس میزنم و شروع میکنم از این پایه، از پایه اولی شروع میکنم به بافتن، پایه کوتاه میزنم و این میاد روی کار من نخی که داده. به اینجای کار که رسیدم دوباره به اینجا بس میزنم و یه پایه دیگه رو میبافم. برمیگردم میخوام پا گنجشکی ببافم. خب من به انتهای این راه رسیدم، الان میخوام نخ سفیدم رو وارد کنم از اینجا. نخ سفید رو من از اینجا من میخوام نخ سفید رو وارد کنم. خب اینجا در میارم و اینجا به این صورت شد. نخ سفید رو در میارم و با نشانه گرم این رو باز میبندم. خب دوستان من اومدم از اینجا تا اینجا رو روی یک کار رو بافتم، یه را در میون سفید و نارنجی و بافت پایه و پا گنجشکی زدم. تا اینجا که رسیدم دیگه نمیخوام که به زیر وصل کنم، از اینجا به بعدش که میاد روی پا چند ردیف روی پا قرار میگیره میخوام فقط از اینجا تا این قسمت باشه و به زیر وصل نشه و دوباره بافت رو انجام میدیم. دوستان من کفیه کارم همون اندازه که زیر اندازه زدم همون اندازه علامت میزنم و میام دوباره با درفشم سوراخشون میکنم که دوباره تو هر کدوم از اینا من پایه بزنم. من اومدم تو هر کدوم از اینا میخوام یکی 2 تا پایه بزنم، یکی 3 تا که فاصله بینشون نیفته و شیک بشه. وقتی که این رو کامل کردیم باید این رو کفی رو به زیر بس بزنیم و شروع کنیم برای ادامه کار. من این رو تا آخر میرم.